هدایت قرآن از افغانستان تا پیرو، مسلمان شدن شهروند پیرویی و شنیدن صدای قرآنی عظیم الشأن توسط شیخ قاری عبدالکبیر حیدری افغانی. الأرض واحد من القراء صدح بصوته بتلاوة من القلب، وإذا برجل جاء من دولة بعيدة واقف ودموعه تنزل. الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. I live in Peru. Today I listen my friend. I visit Iran. I listen my friend today. I feel in my soul, in my heart, very special. I feel, and I consider I change my religion today. Islam. MashaAllah, 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 MashaAllah. Welcome to Islam. مجرد أنه سمع آيات تتلى من القرآن الكريم بهذا الصوت الإيماني الرخيم أعلن إسلامه. اینا همش برکات قرآن است و عظمت دین اسلام است. دوستای ما از امریکای لاتین است، اگر اشتباه نکنم چند آیه تلاوت از ما تقاضا کردن در بیت امام و ما تلاوت کردیم. الحمدلله ما با تلاوت شما امروز ما مسلمان میشیم که خدا را سپاسگزار هستیم که امروز با برکت قرآن و این بله دستاورد بزرگ برای جامعه قرآنی و جامعه اسلامی است که امروز برادر ماست و دین اسلام به شرف شد. همش عظمت قرآن است، ما فقط یک وسیله هستیم.